درود رفقا، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید کانال کدستار. تو این ویدیو قراره که خلاصه فصل 3 اسکوید گیم و فصل پایانی اسکوید گیم رو با هم دیگه داشته باشیم و اینکه فصل پایانیه ولی قراره اسپیناف ساخته شه ازش، مثلا یه فیلم سینمایی بیاد از اسکوید گیم که مثلا بپردازه به فرانتمن، شخصیت‌های دیگه، یا یه سریال بیاد در مورد فرانتمن. به این میگن اسپیناف برای کسایی که نمیدونن. حالا فکر کنم همه بدونن. به هر حال گفتیم و اول ویدیو هم هشدار اسپویل بدم دیگه، مشخصه قرار داستان فصل 3 رو بگیم و با هم دیگه بررسیش کنیم دیگه، مشخص اسپویل داره ولی حالا من گفتم قبل از ویدیو. ممنون شم ویدیو رو لایک کنین، کانال رو دنبال کنین، کامنت و از اونجور چیزا بذارید اگه دوست داشتید، این حمایت‌ها رو انجام بدید اگه دوست داشتید انجام ندید عشق منید. برو بریم سراغ ویدیو. و قبلش بگم خیلی از تئوری هامون درست بود، مثل مرگ گیهون که چقدر روش تاکید کردیم و اینکه تو صحنه آخر بالاخره یه نمادی از شروع دوباره اسکوید گیم رو می‌بینیم و هیچ وقت قرار نیست بازی یا پایان یابه. اینو من چقدر گفته بودم. یا مثلا نجات بازیکن 246، اینم خیلی من گفته بودم. اینکه بازیکن 125 قراره تو فصل 3 زیاد روش تاکید بشه. همه اینا رو خیلی از تئوریامون درست در اومد. یه چیز دیگه که گفته بودم این بودش که گیهون میمیره و 222 برنده میشه که اینم یه جورایی درست در اومد دیگه، نمیشه گفت اشتباه بود چون در واقع واقعا 222 برنده شد. حالا برو بریم سراغش آقا. اول از همه نجات بازیکن 246 رو میبینیم که دقیقاً از صحنه پایانی فصل 2 شروع میشه. فصل 3 سرباز 11 246 رو نجات میده. گیهون برگردونده میشه به سالن بازی‌ها با یکی از همون تابوت‌های معروف اسکوید گیم و اینکه اونورم اون پلیسه روی در واقع برادر فرانتمن و تیمش روی ملوان هیچ شکی ندارن و الان هم میبینیم که گیهون تمام نفرتش به کسی است که مهمات نرسوند بهشون و ترسید و موند تو سالن و میبینیم که بهش کلی نفرت داره و فرانتمن با تماسی که با ملوان داشت گفتش که اگه همه چی داشت رو لو میرفت همه رو حتی برادرمو بکش. و برمیگردیم تو سالن بازی، رای گیری میشه، ادامه بازی ها رو ما میفهمیم که قراره داشته باشیم. سرباز 11 میره تو اون اتاق عمل که اعضای بدن قاچاق میکردن، همه رو میکشه و بازیکن 246 رو نجات میده. وسو به ملوان شک میکنه ولی چون مدرک محکمی نداره جونهو یعنی برادر فرانتمن همچین چیزی رو قبول نمیکنه، اما خود وسو شروع میکنه به تحقیقات در مورد ملوان و کم کم میفهمه که ملوان جزوی از اسکوید گیم هستش. بازی 4 که یکی از هیجانی ترین بازی ها تو کل اسکوید گیم بود شروع میشه. تیم آبی باید فرار کنه و راه خروج رو پیدا کنه و تیم قرمز با خنجر باید جلوشون رو بگیره و بکشتشون و البته هر کس از تیم قرمز باید یه دونه آبی پوش رو بکشه تا برنده بشن. هیجان خیلی سنگینی داشتیم بازی و تلاش برای بقا رو خیلی توش میدیدیم و واقعا مخاطبی که میدید کاملا حسش میکرد اون تلاش برای بقا رو، اون خشونتش رو. و گیهون شخصیتش همونطور که کارگردان گفت برای مخاطبا خیلی ناشناخته شد چون که برخلاف چیزی که همیشه بود میخواست اون فرد رو بکشه، یه ذره متفاوت شده بود. و 222 هم توی این بازی پاش میشکنه، زایمان میکنه، فرزند به دنیا میاد. چیز بعدی که میبینیم خیانت بازیکن 100 هستش و یه صحنه خیلی عجیبی که میبینیم مرگ دهو به دست گیهون هستش و البته بعدش گیهون خنجر رو میذاره رو گردن خودش و میخواد خودکشی کنه، اما خب سربازا مانع این کار میشن. و یه سه جالبم که میبینیم اینه که VIP ها بعضیاشون اومدن جای سربازای اسکوید گیم و بازی برای تفریح، چون ایلنام هم گفته بود خودتون وقتی تو بازی ها باشید هیجانش چندین برابره. و تو VIP ها زن رو هم میبینیم که به این اشاره داره که تمام آدمای کنترلگر و در واقع آدمای بدی که بالاترین سطح جامعه هستن و همه چی رو کنترل میکنن فقط مردان نیستن، زن هم توش هست. و یه صحنه فوق احساسی که میبینیم درگیری مادر و فرزند هستش. مادرش به پسرش میگه منو بکش ولی نمیذارم 222 رو بکشی. پسر قبول نمیکنه که مادرش رو بکشه و میخواد 222 رو بکشه که مادر اون فرزند بود و میبینیم که مادر فرزندش رو میکشه که این تئوری هم گفته بودم من. بگذاریم
جونهو جزیره‌ای که تیر خورده توش رو میبینه و میره توش و یه سرنخ سنگین میبینه که جزیره‌ای که بالاخره توش تیر خورده توسط برادرش وقتی پیدا میشه میفهمه که جزیره اصلی بازی هم همین اطرافه. پس که ملوان میگه نه اینجا نیستش، چون پلیس اینجا رد میشه، امکان نداره اینجا باشه جزیره، و دوباره میخواد گمراهش کنه. گیهون رو میبینیم که برمیگرده به با سالن، خیلی افسرده هستش. مادر که فرزندش رو کشت میاد به گیهون دلداری میده و یه نکته خیلی مهمی به گیهون ده. میگه که قول بده تا آخر بازی ها از 222 و فرزندش مراقبت کنی، که میبینیم گیهون این حرف مادر روش خیلی تاثیر گذاشت. و پس از اینا صبحش که بیدار میشن میبینن اون مادر که فرزندش رو کشته بود از عذاب وجدان خودش رو دار زده بود و خودکشی کرده بود. اینم به نظر من تقریبا غمگین ترین صحنه سریال بود که واقعا آدم اشکش در می اومد اونجا. ووسو میفهمه که ملوان سرباز اسکوید گیم بوده، چون رفت تو خونهش با سگ ملوان درگیر شد و چند تا سرنخ پیدا کرد و دید پول زیادی داره به واسطه اینکه تو اسکوید گیم سرباز بوده. اما خب پلیسا از راه میرسن که تو این صحنه ها میبینیم کارگردان تیکه‌های زیادی به پلیسا میندازه، چون کارگردان کلا با پلیسا مشکل داره و میگه همیشه خرابکاری میکنن و ناکارآمدن و اینجور داستانا. تو فصل 1 هم اینو خیلی دیدیم. ملوان همه رو میکشه به جز جونهو، و جونهو هم که میفهمه ملوان خیانتکاره ملوان رو میکشه و اون قسمت از نقشه که ملوان خط زده بود گفته بود جزیره ها اینجا نیست و خب میفهمه جزیره ها حتما اینجاست و میره سراغ ادامه جستجوش. اونم بچه 222 رو میگیره و حسابی ازش مراقبت میکنه. میرسیم به بازی 5 که بازی 5 هم که همونطور که قبلا چند ماه پیش بینی کرده بودیم همون بود. یه طناب میچرخه و حالا بازیکن‌ها باید ازش رد شه. اون با بچه اول از همه رد میشه و کلا طنابو رد میکنه و میرسه به خط پایان بازی و بعد بازیکن 096 که میاد میخواد همه رو پرت کنه به پایین و نذاره کسی برنده شه که خودش و گیهون بمونن پولو تقسیم کنن و برن. اما خب گیهون جلوشو میگیره و 222 اینجا تنها میشه و جونش رو فدا میکنه و به گیهون میگه که همونطور که گفتی یه مادر باید هر کار میتونه برای مراقبت از بچهش بکنه و کار درست اینه که من خودم رو بکشم و جونم رو فدای بچم کنم. و گیهونم قول داد که از بچهش مراقبت میکنه. میبینید که چون مادر مچ پاش شکسته بود نمیتونست رد شه به هر حال. نکته عجیب اینه 9 نفر هنوز زنده موندن برای فینال. 222 به عنوان یه پلیر و بازیکن محسوب میشه و شماره 222 میشه برای فرزند همون 222 و به عنوان بازیکن به حساب میاد به خواست فرانتمن و وی آی پی ها که خیلی دارکه. وای خیلی صحنه‌های دارکی دیدیم تو قسمت‌های آخر. فرانتمن هم که به اون 9 نفر گفتش که 3 نفر رو حذف کنید فقط کافیه تو بازی فینال. 3 نفر رو باید حذف کردن که مشخص بود 222 رو حذف کردن، در واقع اون کودک و گیهون و اونی که قرصای توهمزای تانوس رو برداشته بود. گیهون و فرانتمن اینجا یه دیدار خیلی مهم میکنن. فرانتمن میگه که میخوان همه تو و 222 رو بکشن، پس خودت برو الان که خوابن با این خنجر همشون رو بکش و خودت و بچه رو نجات بده. فرانتمن میخواد گیهون رو بیاره توی کارکنا و جایگزین خودش کنه، چون که دقیقاً مثل راهی بود که خود فرانتمن رفته بود تو سال 2015 و نشون میداد که چند نفر رو کشت تا جون خودش رو نجات بده و اینجوری وارد کارکنای بازی اسکوید گیم شد و در واقع فرانتمن شد. اما خب گیهون این مسیر رو نرفت و فرانتمن نشد، ولی اگه مسیر فرانتمن رو میرفت احتمالاً سرنوشتش هم مثل همون فرانتمن میشد. تو بازی فینال باید یه نفر رو پایین مینداختن تو هر سه بلوکی که بودش و اینجا یکی از تئوریای من که گفتم تانوس تو توهمای کسی که قرص رو میخوره میاد دقیقاً همین شد. مینسو که قرص تانوس رو خورده بود تو توهماتش تانوس رو یه بار دید و اینجور داستانا و مینسو رو تو بلوک اول میندازن پایین، میرن بلوک دوم درگیری میشه، تقریباً اکثریت میافتن پایین. تو درگیریایی که پیش اومد فقط گیهون و بچه یعنی 222 زنده موندن و یه نفر اینجا باید میمرد. گیهون یا باید نوزاد رو میکشت یا خودش رو میکشت که نوزاد زنده بمونه
و یه مرگ خیلی خیلی زیبا گیهون برای خودش رقم زد و خودش رو کشت تا 222 در واقع اون نوزاد زنده بمونه. و سرباز شماره 11 که داشت خودش رو میکشت وقتی میبینه که گیهون همچین کاری میکنه و انسانیت هنوز زنده است این کارو نمیکنه، اون خودش رو نمیکشه. جونهو جزیره رو پیدا میکنه، زنگ میزنه نیروهای پلیس بیان و فرانتمن که متوجه این موضوع میشه بمب‌های نابودسازی جزیره رو فعال میکنه و جزیره به کل نابود میشه و گیهون بی جون رو هم میبینیم. 6 ماه بعد فرانتمن به آمریکا میره و پولای گیهون رو میده به دخترش و دختری هم که سرطان خون داشت نجات پیدا میکنه و به سلامتی برمیگرده. و اون تئوری که گفتم بالاخره یه نماد از اسکوید گیم میبینیم و هیچ وقت بازی پایان نمیابه، فرانتمن توی آمریکاست و یهو میبینه یکی داره داکچی بازی میکنه و چک میخوره و این صحنه میفهمیم که هیچ وقت بازی ها تمام نخواهد شد، هیچ وقت. آقا امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.